انجام تمرینات آگاهی واج شناختی گام بزرگی در جهت تقویت خواندن، نوشتن و بهبود مهارت‌های تلفظی در کودکان است. آگاهی واجی توانایی شنیدن، شناسایی و دستکاری اصوات زبان است. حالا چرا میگیم تمرینات آگاهی واجی مهمه؟ چون پیشبینی کننده اصلی سطح مهارت‌های خواندن و هجی کردن در دانش آموزانه. سلام، فاطمه خدیوی هستم، روانشناس کودک. به کانال ما خوش اومدید. به بیان ساده تر، آگاهی واجی یعنی آگاهی از حضور صداها در کلمات که عامل مؤثری در خواندن و نوشتن برای آینده فرزندان شماست. اگه شما هم فرزندی دارین که داره برای ورود به مدرسه آماده میشه، تمریناتی که ما امروز آموزش میدیم و انجام بدین و از پیشرفتی که فرزندتون داشته توی کامنت ها برام بگید. بریم با هم تمرینات رو ببینیم. تمرین اولمون اسمش تغییر هجا هست. با صداهای کشیده شروع میکنیم. به این صورت که من انجام میدم با صدر جون شما هم تمرین کنید. آماده ای پسرم؟ بریم. با سا ما خا فا خا تا ایول، عالی بود. بزن قدش. کیف کردم، مرسی. تمرین دوم تشخیص تصویر از روی واج آغازین کلمه هست. به این صورت که ما انجام میدیم شما هم تمرین کنید. فرقی نداره، هر کارتی که تصویری که توی خونه دارین میتونین باهاش انجام بدین. میوه، حیوان، اشیا، هر کارتی که توی منزل دارین میتونین تمرین کنید. خب پسرم، اون کارتی که اولش خی داره به من بده. یا آفرین، ممنونم. یه کارت جایگزین کن. اون کارتی که اولش تو داره به من بده. فوت. بله، ایول، مرسی. اون کارتی که اولش ا داره به من بده. اشیا. نه، اینجا. کدوم اولش ا داره؟ انا. ایول، مرسی. اون کارتی که اولش جو داره به هم بده. جوجه. آفرین. اون کارتی که اولش ب داره به هم بده. ب. آفرین. بزن قدش. اوه، بریم تمرین بعدی. تمرین دوم که انجام دادیم به صورت دیداری بود، یعنی کودک ما با چشمش میدید کارت ها رو. تمرین سوم که میخوایم انجام بدیم به صورت شنیداریه، یعنی کودک ما کارتی نمیبینه. آماده ای پسرم؟ بریم. کمد اولش چی داره؟ آفرین. مزرعه اولش چی داره؟ نه. ایول. صندلی اولش چی داره؟ ایول. برای شروع این تمرین کودک شما اگه صداها رو درست تشخیص نمیده میتونید واج آغاز کلمه رو محکم تلفظ کنید. مثل صندلی، من سه رو محکم تلفظ کردم. بزن قدش تا بریم تمرین بعدی. ایول. تمرین چهارم کلمه سازیه، یعنی شما یک واج به فرزندتون میگین و باید با اول اون براتون کلمه بسازه. به این صورت. با مثل بابا. ایول. بو مثل بویایی. دیگه چی؟ بوس. آفرین. سا مثل تاتا. ساعت. آفرین. دریا چی داره؟ کنار دریا چی هست؟ ساحل اولش سا داره، درسته؟ سو مثل سوت. ایول. سی مثل سی. ستاره. سیب. ایول. خا مثل خواب. ایول. خو مثل خوک. ایول. خی مثل خیار. ایول. بزن قدش. بریم بازی بعدی.
تمرینات آگاهی واجی 6 تا صدا داره. 3 تا صدای کوتاه و 3 تا صدای بلند. صدای کوتاه ا، ا، او و صداهای کشیده یا بلند آ، او و ای هستند. توی یک بازی یا تمرین کلمه سازی شما باید از صداهای کشیده استفاده کنید. یعنی سا، سو، سی، با، بو، بی. برای کلمه سازی این صداهای کشیده مناسب ترند. تمرین پنجم ساختن کلمات همقافیه هست. من یه کلمه توی ذهنم در نظر گرفتم، به صدر جون میگم و میگم کلمه‌ای که شبیه اون کلمه هست رو توی کارت ها پیدا کنه و به من بده. صدر جون اون کلمه‌ای که شبیه شبه کدوم کارت؟ شب. صبر. آفرین. جفتشون چی دارن؟ جفتشون ا دارن. آفرین. حالا صبر کن بریم ببینیم چی میشه. اون کلمه‌ای که شبیه قطاره به هم بده. قطار. قطار. آفرین بزنده. کیف کردم. خیلی عالی گفتی. این خیلی سخت بود تو پیداش کردی. خیلی کیف کردم. آفرین. یه کلمه بگم آمده؟ هاپو. هاپو کدوم کلمه شبیه هاپوه؟ اینه دیگه. این چیه؟ آلو شبیه هاپوه دیگه. او درسته؟ بزن قدش. بریم بازی بعدی. آخ دست خودت درد نگیره. تمرین ششم تشخیص اصوات سازنده کلمات هست. به این صورت که با کلمات تک هجایی شروع میکنیم. کلمات تک هجایی یعنی کلمات یه بخشی. سیب، شب، دست، بست. به این کلمه ها میگن تک هجایی. با همین کلمه ها شروع میکنیم و بعد وارد کلمه های دو هجایی و سخت‌تر میشیم. به این صورت. حالا بهت میگم. من یه چیزی میگم تو بگو چی گفتم. آماده ای؟ بریم. او او آفرین. خیلی سخته. او ز زنبور. دقت کن. او ز. نمیدونم. اگه تشخیصش برای فرض بده تو سخت بود میتونی یکم راحت ترش کنی. روز. روز. آفرین. و بعد که راه افتاد میتونین سخت ترش کنی. بریم بعدی. دست. آفرین. بریم یه در سخت‌تر. آت. اشکال نداره که راحت ترش میکنم برات. ساعت. بزن قدش. خیلی خوب میگی. بازی آخر مرتبط با بازی قبله، یعنی تشخیص اصوات صداها. به این صورت که این دفعه صدر جون به من صداها رو میگه. آماده ای؟ میخوایم با هم دیگه بازی کنیم. چشممون رو میبندیم، دستمون رو میچرخونیم، روی یه کارت میذاریم. روی هر کارتی که اومد باید صداهاشو بگی. من دستم روی این کارت اومد، صداهاشو میگم. آو. آفرین. حالا تو صداهای این پیدا کردی بگو. صداهاشو بگو. ای. آفرین. لیل داره آخرش. خیلی عالی بود. چشماتو ببند. بچرخون دستتو. آفرین. چشماتو باز کن. روی کدوم کارت اومد؟ صداهاشو بگو. دوباره بچرخون. خیلی خوب. صداهاشو بگو. ب. آفرین. حالا من یه دونه میچرخونم تو به هم بگو باشه.
سیب. صداهاشو بگو. سی. ای ب. آفرین، بزن قدش. کیف کردم. خسته نباشی. آگاهی واجی هیچ ارتباطی با هوش نداره و مهارتیه که کودکان قبل ورود به مدرسه باید اونو کسب کنن، وگرنه توی دیکته، خواندن و نوشتن دچار مشکل میشن. وقتی کودک بتونه صداها رو خوب بشنوه و درست تشخیص بده، به افزایش درک مطلب و سرعت خوندنش کمک زیادی میکنه. همچنین کودکانی که دایره واژگان ضعیفی دارن، درک مطلب پایینی دارن و ضعف در تلفظ صحیح کلمات دارن، بعد انجام این تمرینات طول جملاتشون بیشتر میشه، دایره واژگانشون بیشتر میشه و درک کلامی بالاتری رو به دست میارن. برای اینکه ویدیوهای دیگه ما رو از دست ندین، لایک و سابسکرایب یادتون نره.